با جنجال و حواشی فیفا 90 در خدمتتون هستیم. لیست خرید مخفی استقلال لو رفت. منابع نزدیک به باشگاه فاش کردن که آبی پوشا دنبال چند خرید جنجالی برای تقویت تیمن. اسمهایی مثل محمد خلیفه دروازه‌بان آلومینیوم عراق، محمد جواد حسین نژاد از لیگ روسیه و محمد قربانی لژیونر شاغل در لیگ امارات تو لیست قرار دارن. میگن استقلال با هماهنگی کادر فنی از همین الان برای زمستون یا تابستون آینده داره نقشه میکشه. اما مشکل بزرگ چیه؟ پنجره نقل و انتقالاتی استقلال هنوز بسته است. آبی‌ها امیدوارن با حکم دادگاه CAS این پنجره باز بشه تا بتونن خرید کنن. به نظر شما کدوم یکی از این بازیکنایی که اسم بردم به استقلال میاد؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید و از دیدن پستامون لذت ببرید.